بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما در درس گذشته شرک در عبادات زبانی را شروع کردیم که در جمله شرک در عبادات زبانی امروز نوبت میرسه به شرک در استعاذه و شرک در تعویذ. این دو چیز بسیار خطرناک هستند و الحمدلله که الله سبحانه و تعالی باز ما و شما را فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در این درس اشتراک بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استعاذه چی هستن؟ استعاذه یعنی طلب یا پناه بردن هست، پناه جستن است به خالق متعال، در اصل که انسان مسلمان باید به الله پناه ببره. ولی در عصر جاهلیت مردم به چیزهای مختلف پناه می بردن که اونا را با الله شریک می ساختن. به این خاطر لازم است برای یک انسان که مسائلی که در جاهلیت بود او را بفهمه و بشناسه. عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه انما تنقض عرى الاسلام عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلیه. عمر رضی الله تعالی عنه میگه که امیر اسمان اسلام تار میشه وقتی که در اسلام کسی پیدا شوه که اینا جاهلیت نشناسن. وقتی که در اسلام مسلمان های پیدا شوند که جاهلیت نشناسن، اینجا باز که چی میشه؟ میگه امیر عثمان اسلام تار میشه. چون تار میشه؟ به خاطر ازی که انسانی که جاهلیت نمیشناسه این به شکل از اشکال مبتلا به چی میشه؟ به عمو چیزهایی میشه که در جاهلیت است. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، عمو عادات شرکی جاهلیت کلشان از بین برد. این انسان مسلمان بفهمه که در جاهلیت چی بود. از این خاطر در روایات بسیار زیاد این مسائل آمده هست. مثلا در عصر جاهلیت مردم به مجسمه های پیغمبرا، اولیاء الله، صدیقین، نبیین، شهدا، صالحین، از اینا وقتی که فوت میکردن یک پیغمبر یا یک ولی یا یک شخص خوب، مجسمه از او را میساختن. اول عکسش میگرفتن و بالاخره بعد از عکس گرفتن او را عکسش رسم میکردن، رسایی میکردن و بالاخره مجسمهش میساختن و بالاخره مجسمه ها به شکل یک واسطه در بین انسان و بین خالق قرار داده میشد. اول اینا به چی پناه میبردن؟ به این مجسمه ها پناه میبردن. الرحیق المختوم یک کتاب بسیار خوب از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. مؤلف از اون نوشته میکنه، میگه و کان فی جوف الکعبه ایضا اصنام و صور. میگه در داخل کعبه شریف میگه بت‌ها را گذاشته بودن، تصویرهایی که گذاشته بودن، منها صنم علی صورت ابراهیم، یک بت بود به شکل ابراهیم علیه السلام ساخته شده بود، و صنم علی صورت اسماعیل علیه السلام، و یک تصویر دیگه میگه از اسماعیل علیه السلام بود، بیدهم الازلام، در دستایشان همو تیرها بود. و قد ازیلت هذه الاصنام و محیت هذه الصور ایضا یوم الفتح. میگن این بت‌ها و همین تصویرها را هم رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه در روز فتح مکه از بین بردن که یعنی بت پرستی بت از دیگه. اگر مجسمه ابراهیم علیه السلام ساختی عبادت کردی، بت پرست هستی. اگر مجسمه عیسی علیه السلام ساختی و مجسمه هر کسی را که بسازی با او را عبادت بکنی، بت پرست گفته میشی. پس در عصر جاهلیت یک مشکلی بود که اونا نمیفهمیدن که خود ابراهیم علیه السلام بت شکن بود، بت‌ها را شکستان. آلیا مجسمه خود ابراهیم علیه السلام جور میکنه و باز میگه ما پیرو
ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام هستیم. دوم قسم اینجا در عصر جاهلیت پناه بردن به قبرها بود. یک تعداد مردم در حبشه چی میکردن؟ به عوض بت به قبر پناه میبردن. خب فرق بین این که مثلا یک نفر یک قبر پرستش بکنه و بین بت چی هسته؟ یک وقت در هندوستان بودم اونا گفتن که والا فرق بین ما و مسلمان های هندوستان و اندوها در هندوستان یک اندو قصه کرد. گفت چی است؟ گفت از ما مجسمه ما استاده هست، از شما مجسمه تان خوابیده هست. از ما در بتخانه هست و از شما در درگاه هست. پس اونجا در عصر جاهلیت چی بوده؟ در عصر جاهلیت مردم حبشه قبر پرستی میکرد. امام بخاری روایت میکند عن عایشه رضی الله عنها، میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که ان ام حبیبه و ام سلمه ذکرتا کنیسه رأینها بالحبشه. میگه او دو نفر ام حبیبه و ام سلمه میگه از یک کلیسا صحبت کردن که در حبشه بود. فیها تصاویر، در بین از کلیسا عکس‌ها را مانده بودن. فذکرها للنبی صلی الله علیه و سلم، اینا ذکر کردنی به نبی صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان اولئک اذا کان فیهم الرجل الصالح، اگر در بین از یک شخص نیک باشه، فمات، پس او شخص نیک فوت بکنه، بنوا علی قبره مسجدا و صوروا فیه تلک الصور. گفتن اونا چی میکنن؟ بالای قبر از او سجدگاه جور میکنن، عبادتگاه جور میکنن و در بین از او امی تصاویر هم میگذارن. اولایی که امی کسایی که این کار میکنن که وقتی یک نفر خوب فوت کنه باز قبر از او را چی جور میکنن و در صورت ها را میگذارن و تصویرها را باز میگذارن، میگه اولایی که شرار الخلق عند الله یوم القیامه، اینا زشترین و بدترین مردم و شریرترین مردم در روز قیامت میباشن. این قبر پرستا. و این حدیث شریف صحیح البخاری هست در حدیث شماره 3873. خب این حال وقتی که رسول الله هم گفت که اونا چی هستن؟ بدترین قوم هستن. امی قسم امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن عایشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات فیه، میگه رسول الله هم در اون مرضی که فوت کرد چی گفت؟ گفت لعن الله الیهود و النصارى، الله لعنت کرد بالای یهود و نصارا. چرا لعنتشان کرد؟ اونا میگه ما پیروای پیغمبرا هستیم. رسول الله صلی میگه وقتی الله اینا را لعنت کرد که اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا، وقتی که قبر پیغمبرای خود سجدگاه جور کردن، مسجد جور کردن سر از او و می رفتن اونجا قبر است، اونجا نماز میخواندن. از این خاطر سعی کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فی مرضه الذی مات فیه. اینجا بسیار مهم است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض است، در اون مرضی که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون مرض وفات میکنه. این گپ میگه چرا؟ به خاطر از اینکه امت خود درس توحید میتن که این کار شما نکنین، شما افراط نکنین که سبا روز من فوت کنم و قبر مرا چی جور کنین؟ قبر مرا در داخل مسجد بگذارین و به مقابل قبر من چی کنین؟ شما نماز بخوانین. قالت، میگه ام المؤمنین گفت فلولا ذالک، میگه اگر امی حدیث رسول الله صلی الله علیه و بود لابرز قبره، قبر از او بسیار بارز می ساختن، بلند می ساختن. غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا، میگه من ترسیدم که اگه بسیار کلان شد و قبرش جور شد و چیز شد این سجدگاه ساخته شد مثل که امتهای قبلی کار کردن و به لعنت گرفتار شدن. و از این خاطر در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که عن ابی هریره عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، ابو هریره رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم لا تجعل قبری مسجدا، اللهم لا تجعل قبری وثنا. گفت یا الله قبر مرا بت نسازی، یعبد که عبادت کرده شود. اشتد غضب الله علی قوم، میگه زیاد شد، شدید شد غضب الله بالای قومی که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، که قبرهای پیغمبرایشان را سجدگاه ساختند. اینجا چی مشکل است؟ اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد. دعای چی کرد؟
یا الله قبر مرا وثن نسازی، بت نساز. یک وقت من نمیفهمیدم که این قبر چطور وثن میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو دعا کرده. وقتی به هندوستان رفتم دیدم که همون کاری را که بت پرستا پیش بت میکردن، در اونجا قبر پرستا پیش قبر میکنن. بت پرستا سجده میکردن یا هم سجده میکردن، بت پرستا دعا میکردن یا هم دعا میکردن، بت پرستا طواف میکردن گرد گرد بت خود، اینا گرد گرد قبر خود طواف میکردن و گل منداختن یا هم گل منداختن و مثلا سر دستمالای رنگین گپا یا و خواندن و موسیقی و گپا یا او همونجا مفاهیم بالا ای که رسول الله صلی الله علیه و دعا کرده که یا الله قبر مرا وثن نگردانی. قدرت الله سبحانه و تعالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبرش که شما برین امی کارهایی که در دیگه قبرها مثلا در هندوستان و در دیگه کشورها میشه، امی کارها مثلا در اونجا نیست. دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول شده. چرا رسول الله هم گفت اشتد غضب الله علی قوم. متاسفانه همین احادیثی که در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در ابو داود هست، در نسائی هست، لکن این امیری بسیاری کسا نمیگه. اونجا من میدیدم که حتی در هندوستان کلام ریشای کلام مولوی ها شیشتن و مردم در مقابل قبر مستقیما نماز میخواندن، سجده میکردن و طواف میکردن. داخل میشی به شکل طواف جور شدن ولی هیچ چیز نمیگفتن متاسفانه. در حالی که رسول الله هم چی میگه که اشتد غضب الله علی قوم، میگه شدید شد، سخت شد غضب الله سر قومی که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، که قبرهای پیغمبرای خدا مسجد ساختن. اینا چرا اکثرا مثلا کسایی که خدا عالم هم میگیرن و دیندار هم میگیرن و امیر نمیگن؟ چون اکثرا کسایی که دمی قبرها هستن از این عایدات دارن، پیسه دارن، برای از اونها پیسه میه، صندوقهایش پر میشه و او سر قبر پیسه میه و همون دستمالا میه و گلا میه، بازور پس به دکاندارا میفروشن و بازور مردم میخرن میرن. اینا از یک نوع عایدات دارن. از این خاطر به خاطر جیب خود همین شرکیات برای مردم نمیگن متاسفانه. و چیز و یا ایست که بسیاری کسایی که باز مثلا در اونجا هستن اکثرشان لنگیای بزرگ ریشای بزرگ یا می داشته باشن، متاسفانه عالم نیستن، از احادیث هیچ خبر ندارن و همین قسم تربیت شدن و اونم پایت دینی قبر بچسبان، مثلا پای جور میشه دندان تا خاکش بگی چه الا خاکش بخو. حتی یک جای قبر دیدم که بیخی هم کنار ازی اما تو مثل یک چقوری وارد شده بود، هر کس که اومد خاکش گرفته بود یعنی بیخی هم تو یک چا آوردن پالوی قبر یک چقوری کلان بود. این چی هست؟ میفی خورده هست. خاک از رو میگرفتن و باز میبردن به طفلای خود یا خودشان میخوردن، در حالی که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم این چیزها یعنی منع کرده شده است.